بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام خدمت همه شما بیننده خوب ارجمند ما. امید که همیشه جور و صحتمند باشین. دوستان عزیز و ارجمند، درباره اعمال ایام البیض میخوایم خدمت شما عرض کنم که ایام البیض کدام شب رو میگه و چی اعمال داره. ایام البیض شب 13 14 15 ماه رمضان، ماهای قمری رو میگه در کل، که مو در ایام البیض ماه رمضان قرار داریم. یعنی شب 13 14 15 ماه رمضان که اعمال مخصوص از خود دارد، از جمله خواندن دعای مجیر در 13 ماه رمضان، که دعای مجیر یکی از دعاهای بسیار مأثور و پرفضیلت هست که جبرائیل امین آن را برای پیغمبر در مسجد الحرام آورده. این دعا مشهور به آمرزش گناهان، حتی به عدد قطرات باران هم که باشد، انسان اگر گناه داشته باشد گناهانش بخشیده میشه. شفای بیماری ها، ادای قرض، رفع غم و اندوه، پناهندگی از آتش دوزخ، اخصاً در ماه رمضان بسیار توصیه شده این دعا، که کسی که بخواد این دعا را بخوانه اولین فضیلتش آمرزش گناهانه. بنا به روایات هر کسی که این دعا را بخواند در ایام البیض ماه مبارک رمضان گناهانش آمرزیده میشه. دیگه برای رفع غم و اندوه، کسی که این دعا را بخواند باعث میشه که آرامیش پیدا کنه روح ازی و فراموش شونه غم ها و اندوه ازی بنده خدا که این دعا را میخوانه. دیگه اگر این دعا را به عنوان یک ذکر شفابخش بلده بیماری ها و دور کردن ناملایمات که است اگر بخوانی تأثیر فراوان دارد. اگر انسانی مثلا قرضدار هست که از توانش بیرونه، بخواید دینش ادا شونه، گشایش در رزق روزیش، باید دعای مجیر را بخوانه که بسیار سفارش شده. و همچنان در هر بند از این دعا یا هر جمله از این دعا آخرش نوشته یا اجیر من النار یا مجیر، یعنی خدای ما را از آتش جهنم کسی چه پناه بده، ای پناهنده. اجیر نای ما را پناه بده، اجیر من النار یا مجیر، ما را پناه بده از آتش ای پناه دهنده، که خدای پناه دهنده. پس این از فضیلت خواندن دعای مجیر. دیگه اعمال ایام البیض غسل کردن هست عزیزان. غسل کردن به این نیت که غسل منم به خاطر یا غسل منم غسل ایام البیض یا غسل به خاطر ایام البیض، هر کدام نیت که گفتین درست. و بعد از غسل کردن چند تا نماز داره عزیزان. در شب 13 14 15 هر سه این نمازها خیلی تأثیر فراوان داره و خیلی هم تأکید شده، که از جمله 4 رکعت هست که در هر رکعت حمد 1 مرتبه، 25 مرتبه اخلاص، که این را عرض کردم برایشون در ویدیوی قبلی. دیگه 2 رکعت نماز داره که در هر رکعت الحمد رو 1 بار میخوانیم، سوره یاسین رو 1 بار میخوانیم، سوره ملک رو 1 بار میخوانیم، سوره توحید رو 1 بار میخوانیم در هر 2 رکعت. نماز دیگه دارد برای آمرزش گناهان، که حتی به اندازه تعداد باران هم اگر باشد، به اندازه قطرات باران هم اگر باشد، به اندازه برگ درختان هم اگر باشد، خلاصه این گناهانش آمرزیده میشه. که نماز دارد 2 تا نماز 2 رکعتی، که 2 تا نماز 2 رکعتی در هر رکعت الحمدلله میخوانیم. و همچنان نماز شب 14 و 15 دیگه، همون نمازی که در شب 14 مثل نماز شب 13 که حمد رو میخوانیم، 25 مرتبه قل هو الله احد میخوانیم. این نماز در شب 13 14 15 این
چند رکعت خوانده میشه؟ این نماز که 4 رکعتی خوانده میشه. پس 2 تا نماز 2 رکعتی میشه. دیگه نمازی که در شب مخصوص شب 15 ذکر شده 6 رکعت میشه. این 3 تا نماز 2 رکعتی، مثل نماز شب 13 14. البته شب 13 و 14 4 رکعته، شب 15 شد 6 رکعت میشه. یعنی 3 تا نماز 2 رکعتی. خب و عزیزان در روز 15 ماه رمضان بعد از نماز ظهر و عصر عمل ام داوود هست که شامل سوره های حمد و توحید و آیات و دعایی که در ویدیوهای ماه رجب من عرض کردم و دعاهایی که یا بگم که سوره هایی که خوانده میشن ما کپی لینک رو مگذارم، شما عزیزان هم روی پست ما دقت بکنید. عمل ام داوود رو هم در روز 15 ماه رمضان فراموش نکنید. اینا از جمله اعمال ایام البیض در ماه مبارک رمضان هستند، بسیار فضیلت داره. باشه که انشالله خداوند منان تمام از ما شما را از جمله روزداران واقعی قرار بدهد، طاعات و عبادات همه ما و شما را قبول بفرماید و مشکلات گرفتارها را از همه ما و شما دور و برطرف حل آسان بفرماید. اسلام مسلمین را همیشه پیروز بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.